در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه معاون وزیر مدافع روسیه آناتولی آنتونوف وعده داد که کشورش به تاجیکستان که مرز سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی به شمار می رود کمک خواهد کرد. اثنای ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، آنتونوف گفت که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در آسیای مرکزی وضع نظامی و سیاسی تغییر می یابد. در تاجیکستان تخمیناً 7000 سرباز روس مستقر می باشند. در یریون پرزیدنت ارمنستان و رهبر منطقه جداییخواه قره‌باغ کوهی در روز تجلیل 23مین سالگرد تأسیس ارتش ملی ارمنستان از قبرستان نظامی زیارت نمودند. آنها همراه با پیشوایان نظامی و مذهبی به نشان احترام افسر و سربازانی که 12 سال پیش بهر تصرف منطقه قره‌باغ کوهی از آذربایجان هلاک شده اند گل گذاشتند. در سال 1994 آذربایجان و ارمنستان آتش بس امضا کردند، ولی اختلاف روی این جنجال یخبسته زیاد است. در کابل دبیر کل سازمان همکاری‌های اسلامی ایاد بن امین مدنی با رهبر اجرایی حکومت افغانستان عبدالله ملاقات کرد. مدنی به تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان بهای بلند داده افزود که این عمل امکان توسعه همکاری‌های این سازمان و افغانستان را بهبود می‌بخشد. سازمان همکاری‌های اسلامی که از 57 کشور عضو عبارت است، بهر وحدت مسلمانان سراسر عالم تلاش می‌ورزد. در شهر المعطا مقامات قزاق 3 منزل را که اخیراً بنیاد شده بودند تخریب نمودند. به گفته منصبداران خانه‌ها در زمین بیگانه ساخته شده اند. آنها افزودند که در نزدیکی‌های همین منطقه 12 خانه دیگر غیر قانونی بنیاد شده است که باید از بین برده شوند. ساکنان منزل‌های تخریب شده که اسناد منصوبیت زمین را نداشتند میگویند به نشان اعتراض گرسنه‌نشینی خواهند کرد.